مرتی که چرا داری اینجوری بستنی خوری؟ خانم چه طرز برخورده؟ من با شما کاری ندارم. این چه وضع بستنی خوردنه؟ خانم چرا میزنی؟ کی اصلا با شما کار داره؟ بستنی خوردن مشکلش چیه الان؟ من نمیفهمم. آره جلو من بستنی میخوری؟ من اصلا شما رو دیدم که جلوتون بستنی بخورم؟ آقا شما کوری؟ خانم خیلی زشته حرکتتون. آقا ببخشید تو من نمیدونستم. ببخشید چی خانم زدی تو گوش من؟ من با شما چیکار داشتم؟ آقا آخه تو چشم من داشت، من ندیدم عینک، تو عینک نزده بودی. نه خانم بهم گفته بودن 230 قدم بیام جلوتر وایسم. اومده بودم منتظر بنده خدایی بودم که قرار بود بیاد دنبال من. تو رو خدا ببین من برات بستنی بخرم. من بستنی تو سرم بخوره گرفتی زدی تو گوش من؟ این چیکار شما داشتم؟ خیلی زشته کارتون. قبل از اینکه بخواد برخوردی انجام بدید شاید طرف مشکلی داشته باشه. انقدر زود قضاوتش نکنید. عینک تو میزدی. این هوا آفتابی نبود بخوام عینک بزنم. یعنی چی؟ آفتابی هوا؟ مگه تو کور نیستی؟ آدم کور عینک میزنه. روشندل خانم درست صحبت کن. من اینجا اومدم بستنی میخورم شما گرفتی گذاشتی تو گوش من. کی با شما کار داره خانم؟ بستنی خوردن مگه جرمه؟ من بستنی تو سرم بخور خانم گرفتی زدی تو گوشم. شرمنده اصلا نمیدونستم آخه. نه اساتون رو دیدم نه هیچی، همینجوری واسطاده بودی. تو رو خدا ببخشید. اصلا من یادم رفت چند قدم اومده بودم. من اشتباه کردم. مثلا شما یه دستاتو من بگیرم من ببرمتون. نه نمیخوام دست منو بگیری. یه بار دیگه میخوای بزنی تو گوشم حتما. آقا چرا من به خدا نمیدونستم. برو یه بستنی برام بگیر. باشه الان میرم میگیرم. شما هم بیا با من ببین. من همینجا وای میستم. شما برو بستنی بگیر. باشه.